خوش اومدیم به پارت دوم ساختن این کیس گیمینگ جذاب. و توی این پارت قراره که لبه های RGB شو درست کنیم، پلکسیشو درست کنیم، پنل جلوشو درست کنیم، توریشو ببریم، بار سقفش بزنیم بهش، مهمتر از همه زیرسازی کنیم و رنگش کنیم. شاید براتون سوال باشه که این پارچه رو چرا روش انداختم؟ برای اینکه خب نبینی نتیجه کارو، ویدیو رو ببینی، نتیجه کار باشه ویدیو رو نمیبینی. معلومه که خیلی ویدیوهای آموزشی یوتیوب، ولی خب اون بالا دو تا ویدیو میذارم تردید نشه، ساب لایک کامنت یادت نره و برو بریم. اول از همه رفتیم که لبه های RGB جلو رو یه جورایی شاسیشو بدیم درست کنن که این کار زیاد ظرافت بالای نیاز نداشت برای اینکه میره زیر کار و خب خودم هم نمیتونستم انجام بدم چون نه فرزشو داشتم و نه دست جوششو، برای همین بقیه انجام دادن. و نکته مهمی که هست اینه که دو تا خاصیت داره این داستان، یک جلوتر که بریم باعث زیبایی کیسمون میشه و دو جلوی کیس چیزی نبود اگه پارت یک رو ببینیم و اصلا استقامتی نداشت. این یه جورایی مثل شاسی میمونه و خیلی کارو محکم و سفت‌تر میکنه. خب حالا که آماده شد میریم سوراخشون کنیم و پرچش کنیم به کیس که خب گفتم واقعا حکم شاسی داشت و خیلی کار محکم‌تر و قابل اعتمادتر شد. خب این از پایه هایی که رفتیم ساختیم برای این قسمت جلوی کیس که هر کدوم سمت خودش میذاریم. حالا داستانی که هست اینا باید به یه مکان خاصی بس بشن از این داداش. خب اینم از یکی از قطعه هامون که پرچه بالا سوراخ شد برای اینکه جا بگیره. این پرچه اصلیشه، اینم پرچه اصلیشه، کاملا سفت و محکم شد. و پرچه فابریکی این صفمون دوباره زده شد. حالا بریم سراغ اونور سوراخ‌هایی که باید اضافه بشه به پرچه‌ای که باید زده بشه با این یک. آره همین بارشه. یه لحظه ترسیدم که اشتباه گذاشته باشم، ولی خب اینم کارچه انجام بدیم. بعد از اون من اومدم زرنگی کنم و یه هفته کار جلو بندازم. جلو رفتم که پلکسیاشو بدم بسازن، یعنی نقشهشو بکشن، برشش بدن و بعد از این که من کار رو انجام دادم بیارمشون و وصلشون کنم و بره. ولی خب اینقدر داستان پیش اومد برام که نشد این اتفاق بیفته و اینا باز هم پشت سر هم افتاد و خرید پلکسی افتاد این اول کار که من دارم میذارم. البته اینم بگم که ساخت این کیس الان شما دارین کلا فکر کنم تو یه هفته دو هفته میبینین، ولی خب این کیس 1.5 ماه فقط ساختش طول کشید و من ویدیوهاشو دارم دیر آپلود میکنم و سر همین یکم این بازه های زمانی به هم خورده. من بابتش عذر میخوام، ولی خب توی ویدیوی بعدی جبران میشه. تو رو برگشتم چند تا پیچ و مهره گرفتم که پلکسیو ببندیمش به کیس که خب بعد اصلا پلن عوض شد، ولی خب من گرفتم. خب حالا که پلکسی رو گرفتیم چند تا سوراخ بر روی کیس بزنیم برای گذاشتن مهره ها داخلش و چند تا سوراخ امتداد همون بعد بزنیم روی پلکسی برای پیچ ها که پیچ و مهره ها با هم چفت بشن و این وایس سر جاش. برای این کار از این سوراخ‌های گوشه‌ای که داره خود کیس استفاده میشه. من یه ذره با مته
بازترش میکنم. فقط این تیکه نداره که اینو خودم باید سوراخ کنم. مهره ها از زیر وصل میشن و پیچ بهش پیچ میشه دیگه. ولی پلان عوض شد، قرار بود که اینجا مهره بره و پیچ ها داخل مهره برن. اما چیز جالبی که بود این بود که پیچ خودش اینجا این سوراخ‌های فابریک کیس مثل مهره عمل کردن و پیچ داخلشون پیچ میشه بی مشکل. پس ما همینجا این کارو میکنیم. حالا باید چیکار کنیم میگم بهتون. پلکسی رو میذاریم روش، جای سوراخ ها رو با مته سوراخ میکنیم. فقط نکته ای که از اینا رو باید خیلی آروم و بدون فشار سوراخ کنیم که خراب نشن. حالا برای اینکه این تکون نخوره ازش تنظیممون به هم نریزه، اول باید تنظیمش کنیم. برای اینکه به هم نریزه تنظیممون اینه که چسب بزنیم همه طرفش، چسب کاغذ نگهش داریم که این تکون نخوره و بعد سوراخ کنیم جای پیچ ها رو و بعد پیچ ها داخلشون درست میشه. اینم یادم رفت بگم که توری هم گرفتیم برای سقف کیس. و خب بعدش اومدیم خونه و اولین کاری که کردم این بود که توری رو برم ببرم، بریدمش و آماده نصبش کردم، چون این کار رو بخوام انجام بدم که کیس آماده یه رنگ بشه و همش رو با هم اسمبل کنیم و بعد رنگش کنیم که قشنگ رنگ به همه جاش بچسبه. اینم از توریمونه که محوطه اینجا توش مشخص شد. کلا یه مستطیل بود، این تیکای بغلش بریده شد که خم بخوره و اینا رو من کامل تا کردم. بعد دیدم که برای نگه داشتن این بهش نیاز داریم که اینا بالا باشه. حالا چجوری؟ اینجوری که ما اینو بیاریمش، امیدوارم پیدا باشه. ولی بعد از برش توری بازم ما زدیم جاده خاکی. چرا؟ برای همون بحث رنگ که زیرسازی و بتونه میخواد بشه، من گفتم همش یه جا انجام بدیم اینا رو. یعنی چی؟ پنل رو رفتم خیلی رندوم با یه کارد بریدم، خیلی رندوم، نمیدونم چرا این کارو کردم ولی خب اینجوری شد. و خب یه خوبی هم که داشت این کار این بود که باعث شد من هم بتونم نواقص کارو قشنگ بگیرم و بتونش کنم و هم سنباده قشنگی بتونم بهش بزنم و هم رنگ قشنگ بهش بچسبه. قبل از اینکه ما بتونه بزنیم یه مرحله خیلی سختی داشت که اینقدر طول کشید من فیلم ازش نتونستم درست بگیرم. اونم انتقال دکمه های پاور فابریک کیس از جلوش که الان نیست به بغل بود. من اون تیکه رو بریدم روی قاب فابریک و این تیکه هم بریدم روی پنلی که میخواستیم توی کیسمون باشه. اینا رو با چسبوندم اول و بعد یه جوش پلاستیک خیلی نازک بهش دادم که رسید به این مرحله که بتونش بکنیم و نواقصش رو بگیریم تا جایی که میشه. نهایتا رسیدیم به بتونه. بالاخره برای خرید بتونه رفتم رنگ فروشه و گفتم که بتونه میخوام برای پلاستیک. گفت بتونه سنگی ببر، هم به آهن میزنن هم به پلاستیک میزنن، یعنی سپر و بدنه ماشین منظورش بود. آوردمش و واقعا هم جواب بود. فقط یه نکته داره موقع استفاده، اونم اینه که شما اون فعالسازش رو، درصد استفاده از فعالساز و خود بتونه رو باید رعایت کنی و زیاد اینا رو قاطی کنی کار گله هم میره. و خلاصه شما باید خیلی دقت کنید توی ترکیبش. اون فعالساز خیلی کم، اندازه نخود باید بزنین و اون بتونه رو باز هم باید خیلی کم استفاده بکنین که خشک نشه، چون خیلی زود خشک میشد. اگه میخواستیم زود خشک نشه باید کمتر میزدیم اون نوش. ولش کن. این تنه‌ای که درست کرده بودیم هم سنباده خورد و کاملا صاف و بدون برآمدگی شد. و علاوه که این گوشه ها که خراب شده بود هم اگر فوکس کنه درست شد، مخصوصا این جاها اینا همه درست شد و آماده رنگه.
آها اینو یادم رفت بگم، اون نقص و بگایی که جوشکار اولی موقع برش قسمت بالای کیس جا گذاشته بود و ما با بتونه پر کردیم و خب کار خیلی قشنگتر شد و اینمی که دیگه از استفاده خوبمون تو بتونه تو این کیس بود. خب ما اومدیم و یه سنباده‌ای به کل کیس زدیم برای اینکه رنگو به خودش بگیره و علاوه زیر کار این قسمت ها مخصوصا به خاطر اینکه توریه میخوایم بهش بچسبونیم. حالا اونو توضیح میدم بهتون، ولی در کل روی کیس و اینها کاملا بتونه ها سنباده خورد. چون قرار نبود به توری بالای کیس فشار بیاد، پس من به جای جوش دادن اومدم و چسبوندمش. میشد بریم جوشش بدیم، خیلی کار قشنگتر در میومد، ولی خب دیگه حوصله‌شو نداشتم حقیقتا و رفتم و این توری رو بهش چسبوندم. حالا برای چسبوندنش هم از چسب خوبی استفاده کردم که خوب بچسبه. خب بعد از گذشته تقریبا 10 دقیقه تا 11 دقیقه یه همچین بافتی پیدا میکنه که همینگاه چسبناکه، همینگاه روش خوش شده. به این بافت که رسید ما باید بریم سراغ چسبوندنش. بعد از همه اینا نهایتا کیس رو تمیزش کردم که رنگ بهش خوب بچسبه. تا جایی که من میدونم باید کیس یا هر چیزی که میخوایم رنگش کنیم تمیز باشه، گرد و خاکی روش نباشه، چربی روش نباشه، تمیز و شیک باشه که رنگم خیلی خوب بهش بچسبه. این وسط کل کیس هم من سنباده کشیدم برای اینکه خب خط خشه سطحی روش بیفته. سنباده نازک فکر کنم P360 یا P400 بود زدم. اون خط خشای نازک باعث میشن که رنگ قشنگ به خورد آهن بره یا بینش قرار بگیره، نمیدونم، ولی خب خیلی بهتر میشه کار. برای رنگ خود کیسم اول از همه قسمت هایی که خودمون درست کرده بودیم مثل پنل جلویی یا اونجایی که برش داده بودم اومدم و یه اسپری ضد زنگ اول بهش زدم به خاطر اینکه هم زیرسازی بشه، رنگ خوب به خودش بگیره، همین که زنگ نزنه داستان نداشته باشیم. میشد هم نزد ولی خب من گرفتم و زدم. اول اونا رو اسپری ضد زنگ زدم و بعدش دوتا اسپری مشکی مات گرفتم و کل کیس با همون دوتا رنگ شد. به علاوه که یه سری جاها 2 بار رنگ شد و زیادم بود، یعنی کم نبود و کل کیس رو رنگ کردیم.